ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مأمنی. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و بعد. به اجازه اساتید بزرگوار مختصرا چند نکته را عرض میکنم که بار بار از ما سوالا میشد، جوانا، ریسفیدا، احاد امت، که شما علما در رابطه به این قضیه افغانستان چرا سکوت اختیار کردین؟ حکومت میخواست شما را تایید بکند، طالبان میخواست ما را تایید بکند، هر کس به نوبه خودش آوازهای خود را بلند میکرد. ولی ما درک میکردیم و میفهمیدیم که قضیه با این تاییدها نمیشه و حل شود، بلکه جنگ راه حل نیست و آرزوی ما امی بود که یک پروسیجر را و یک سیستم را، آواز واحد را از احاد ملت برداریم تا هر دو طرف جنگ ای را بداند و درک بکند که جنگ راه حل نیست و با صلح واقعی هر دو طرف باید گردن بگذارد. روی اساس بود که لله الحمد والمنه رشیدترین علما، معززترین علما، تجار افغانستان، بزرگای افغانستان، اساتید پوهنتون‌ها با این موفق شدند که شورای را تأسیس بکنند تا با تمام بی‌طرفی در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله و ارزش‌های ملی من حیث گروه وسیط در بین دو گروه جنگ اقدامات جدی خود را داشته باشد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بناهن این شورا طرفداری هیچ کس را نمی کند، با طرف هیچ کس هم چیزی را نخواهد گفت که او انتظار از این را داشته باشد که از حقش بیشتر چیزی را برش داده شود. از هیچ کس نیست، ولی از همه است، بلکه از مردم افغانستان است، از مردم متدین و مؤمن افغانستان است. روی اساس با صراحت گفته میتونیم که این شورا با پایه خود ماست، نه برای کسی نوکری میکنیم، نه از کسی تایید میگیریم. تایید را از ملت خود میخواهیم، تایید را از رب خود میخواهیم و امیدوار هستیم که با این اصل بی‌طرفی، با این حریت و آزادی این کشور را به طرف امن بکشانیم و از شما میخوایم که هم حامی ما باشید و هم دعاگوی بر ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مأمنی.